با وجود بهتر شدن وضع امنیتی غذایی در افغانستان، هنوز هم 3/1 اهالی این کشور نیم گرسنه بودند. این است ارزیابی برنامه جهانی آذوقه که به مردم همسایه کشور تاجیکستان کمک می‌رساند. ماه августи соли 2021 вазъи амнияти ғизоӣ бисёр бад шуда гуруснагӣ бо суръат афзуд. дар зимистони он сол 23 миллион нафар сахт гуруснагӣ мекашиданд. ҳоло 15 миллион нафар гуруснагӣ мекашанд. аз ин рӯ вазъ зоҳиран беҳтар аст. вале 15 миллион 3/1 аҳолии кишвар аст ва ин 3/1 мардум дар воқеъ ранҷ мебаранд. بعد کاهش کمک‌های بین‌المللی و هم متوقف شدن کمک‌های مالی آمریکا، اکنون برنامه جهانی آذوقه امکان دارد فقط نصف از مردم محتاج افغانستان را با مواد غذایی تامین کند و خلاص. سال 2021 بعد به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به ورطه بحران اقتصادی افتاد چون کمک‌های بین‌المللی را باز داشتند. فعالیت سیستم بانکی افغانستان را هم محدود کردند. از آن زمان تا کنون ارسال بعضی از کمک‌های بشری از طریق سازمان‌های غیر حکومتی ادامه دارد، زیرا برای مردم فوق‌العاده محتاج روانه شدند. سال‌های اخیر وضع دیگر و بدتر شده است، زیرا با نظرداشت عملکردهای طالبان که زنان را از حقوق زیاد محروم کردند و همچنین بحران در دیگر گوشه‌های جهان، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کم و کمتر می‌شوند.